سلام به همه از بچهای یوتیوب. من روحان دیوتی هستم. تازه فعالیتم تو یوتیوب رو شروع کردم. بعد ویدیوهایی که گذاشتیم خوشبختانه از صورت شما عزیزان قشنگ حمایت شد. بعد اگه میشه واقعا، چون میدونم شاتم در حد یوتیوب نیستش، ولی اگه میشه حمایت کنین. تازه شروع کردیم. بعدش اگر خواستیم ما تو چنلمون شات ها یا هاد یا سنس یا اتچمنت های گانامون رو در اختیارتون قرار میدیم. بعد اگه میشه دیگه از هموطن دیگه هموطنیم دیگه، چیز نیستیم که مثلا من خارجی باشم شما ایرانی. اگه از محتوای من خوشتون اومد لطفاً ویدیوی ما رو لایک کنید، ساب کنید، حمایت کنید. بعد اگرم اتچمنت خواستین تو این ویدیو اتچمنت HS و 117 رو میذارم. اگر خوشتون اومد تو کامنت ها بذاریم برام. اگه راضی بودین بگین اتچمنت های گانای دیگه هم حتما براتون میذارم. بعد ممنون. الان مثلا شما اینجا رو نگاه کنین، HS زدیم و 117 رو برمیداریم. واقعا نقطه زر نگاه کنین شما. اینجا هر چی نیاز داشتین، هات، سنس، چیزای دیگه، لطفاً تو کامنت ها برای من بنویسین. من حتما تو ویدیوی بعدی که میخوام بذارم حتما براتون میذارم. من شما 117 نگاه کن اینجا. بعد یه نکته مهم تو این فایت ها بچه ها، همیشه وقتی میخوام با 3 نفر یا با اسکواد فایت بدین حتما یه کاور داشته باشین. اینجا رفتم اسمو کاشته بود، زدم یارشو، داشت بلندش میکرد باشه. بعد ممنون میشم دیگه واقعا. اگه چیزی خواستین اتچمنت رو بازم میگم بگین، من تو ویدیوی بعدیم که میخوام بذارم حتما میذارم براتون. الان آخرین ویدیو اتچمنت HS و 117 رو که میبینین اینجا رو براتون میذارم. دمتون گرم که حمایت بکنین. چنل خودتونه دیگه. مرسی.